شرکت MTS در پلتفرم کینوتئاتر آنلاینی کیان نخست نمایش سلسله فیلمی را که پینگوین های مادر من نام دارد به نمایش گذاشت که باعث برانگیختن بحث ها گشت. فیلم از جانب فیلمساز روس ناتالیا میشانینووا تهیه شده است. در فیلم صحنه های تحقیر خدا، تحقیر دین اسلام و ارزش های دینی دیده می شود. در قسم اول فیلم قهرمان اساسی گاشه که این نقش را یوگینی سیدروف بازیده است، در استند اپ کلوب سخنرانی کرده به دین استهزا می کند. او در این صحنه فیلم خدا، مقدسات اسلام و پروسلاوی را مسخره کرده، از جمله به قربانی تمسخر نموده است. پس از آنکه نخست نمایش سلسله فیلم در دایره وسیع تماشابینان پهن گشت، بلاگران و فعالان مسلمان به طرف ایستاده نتوانسته از دینداران دعوت نمودند که شرکت MTS را بایکات کنند. فعالان پروسلاوی نیز به تحقیر دین سخت واکنش نشان دادند. طوری که نشریه ریدوس خبر داده است، مرکز حقوق بشر حرکت جمعیتی سورک سرکوف به پروکراتور شکایت برده طلب کرده است که مؤلفان سلسله فیلم طبق ماده 148 کادکس جنایتی فدراسیون روسیه به جوابگری کشیده شوند. وکیل دومه دولتی ویتالی میلانوف اظهارات جامعه پروسلاوی را دستگیری نموده گفت: صنعت نباید ابیکت مقاومت و جدایی میان آدمان در جامعه تبدیل یابد. صنعت باید به جامعه خدمت کند و اگر صنعت ضررآور باشد، چون این اثرها به ما لازم نیستند. طبق حسابات ماه سپتامبر سال 2020، شرکت MTS در کشورهایی که عمل میکند به 88 میلیون مشتری خدمت میرساند. در روسیه مشتریان این شرکت موبیلی بیش از 90% مشتریان را تشکیل می‌دهند. از این رو بایکات کردن این شرکت میتواند اپراتور اساسی موبیلی این کشور را به تلفات کلان مالی روبرو سازد. بیننده گرامی شبکه نجم تیوی، اگر شما تا حال به شبکه ما آبونه نشده اید، شما را به آبونه شدن و پخش نمودن نوارها دعوت می نماییم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نوارها را به دوستانتان فرستید.